درود دوستای عزیزم. عزیزان، اگه درخت خرمالو دارین تا آخر پست با من همراه باشین، نکاتی در مورد هرسش میگم خدمتتون. عزیزان، خرمالو درختیه که روی شاخه 1 ساله شروع میکنه بار میده. شما اگه اصولش رو رعایت کنید و فروتست خوبی به این درخت بعد از برداشت بدین، توی سال آینده گلها رو پس نمیزنه. ببینید اینجا الان 1 گل، 2 گل، 3 گل این پس خورده. دقت میکنین اینجا هم 1 گل پس خورده. اینا گلایی که پس خوردن، اصطلاحاً میوهشون رو ریزش کرده. پس فروتست نیازی این درخته. حالا هرسش دقت بفرمایین، شاخه هایی که به سمت بیرون درختن و نور میخورن همیشه بهترین بار رو به شما میدن. شاخه هایی که اینجوری زیر درختن و نور نمیخورن همیشه خیلی برگ های ضعیف و تعداد بار کمی. الان اینجا نگاه کنید 1 2 تا دونه بیشتر روی این شاخه نداشتید، در صورتی که شاخه های بیرونی رو دیدید چه خبر بود. اینجور شاخه ها رو سعی کنید هرس کنید که فرصت به شاخه های بالای تاج داده بشه. حالا خرمالو هر ساله یه سری شاخه خشک داره. این خشکا رو هر چقدر بتونید اینا رو خودتون بگیرید، نذارید انقدر خشک بشه خودش بریزه. اینا رو شاخه که میزنید شروع میکنه شاخه های جدید 1 ساله میده و این 1 ساله ها توی سال بعدی مثل اونا شروع میکنن به بار دادن. پس خرمالو هرس آنچنانی نداره، فقط 1 خشکگیری میکنید، 2 شاخه هایی که زیر تاج گیر کردن و نور خوب نمیخورن اونا رو بگیرید. پیروز و موفق باشین. خدا یار و نگهدارتون.